بچه‌ها به کانال امیران خوش آمدید. امروز اومدیم با کتاب رستاخیز مردگان، کتابی که یک عرب دیوانه در داخل بیابان‌های عربستان نوشته و بعد از نوشتن این کتاب به هزاران تیکه تقسیم شد. این کتاب خیلی‌ها بر این یاد می‌کنن که بعد از خوندن اون دیوانه میشه. داخل این کتاب بسیاری از طلسم‌ها و ابزارها نوشته شده که ما باید امروز یکیش رو تست کنیم. اگر بالتزای خوبی داشته باشید بقیه طلسم‌هاش هم ضبط می‌کنید. نکته از اینجا باید بهم بگم محیطش مناسب هست یا نه. بعد از اینکه محیطش مناسب شد احضار رو انجام بدید. حواستون باشه. داخل کتاب از اینها به عنوان نمادی استفاده شده که به شیطان و شیاطین اطلاع میده که ما در پناه خداوند هستیم و اینها نمادهای خدا هستند. یه لحظه باش یه فیلم از کلی بگیرم. هوا ترسناک براتون بریم. خیلی تاریکه پسر. او مای گاد. سقفو بگیر. اینجا آتیش گرفته. بعد ما تو این محیط کتاب رستاخیز مردگان رو اجرا میکنیم. چیه؟ اونجا چیه؟ هیچی. دش ته سالن ته چیز اصلا معلومه سوره. اینجا بیا اول فصل اینجا رو بس سوراخ به خدا یه چیزی دارم. بذار فیلمش رو بگم. چرا قوه نگرد اصلا اینقدر تاریکی من معلوم نیست. یه حاجی برو جلوتر. حاجی من اینجا ویدیو آقا من جرئت نمیکنم. صدا شنیدی؟ نمیدونم. به نظرم راهمون رو ادامه بدیم. بریم اون یکی صح کنه سوخته چیه؟ کلا در و دیوار سوخته، شیشه‌اش شکسته. بعد داخل این محیطی هستیم که همیشه تاریکه. داریم میبینید دیگه. بریم یکی دارانم هوا چقدر ترسناکه. یه دقیقه برو سامی بیا داخل نشون بده. یه نور بندازید. واو یا خدا. صبر کن. خب بریم. امیر بفرم. ای به نظر چیزی هست. حیوانی جکشون رو ببری. همون من منتظر سگی هم چیزی. برو. اینجا فقط چه معتاد اینجا نمیشه. معتاد اینجا جرأت نمیکنه. سلام. چه بدی میاد. داری میگیری؟ سختش به چهار کشید کنیم. ببین ترسناکه. وای
یعنی کل این ستونا به این وصل. سقف بریزه بدبخت. اوه چیه؟ چیونه اون چی؟ اوه از سقف آها یکی مشم. پشت گوشی دارید میخندید که وای یه مشما ترسیدیم، ولی خب وقتی توی واقعا برگمون ریخته واقعا اینجا داره میریزه. میدونید چی بیشتر اذیت میکنه ما رو؟ گوشه های کار. اون گوشه رو نگاه کن. داره میریزه. نه اون گوشه هر لحظه ممکنه یه چشم یا یه صورت ما اشتباهی ببینم کلا میرم، به خدا میرم. بابا شما مدیومی هوا چیه؟ بالا رو نکن. اینجا هیچ چیزی نیستش. حالا به نظر شروع نکنیم؟ حاجی من وایب خوبی اینجا نمیگیرم. امیر تو چی میگی؟ نه بریم خیلی بوی افتضاحی هم میاد. بدی میاد اصلا وایبش و ایناش و بوی بد که به کنار خیلی بوی شدید اصلا خوب نیست. واقعا بوش آدم اذیت. من برخلاف میلم به اصرار بچه‌ها اومدیم هم اینجا بگیریم، چون که هم محیطش افتضاح داره، هم بوش، هم همه چیزا رو داره و باید اولش اختیار لازم بهتون بدم. اگه این کار رو دارید داخل خونه میکنید به هیچ عنوان انجام ندید و حتی اگه انجام میدید یه جایی دور افتاده باشه، چون اون شی ممکنه هیچ موقع از اونجا خارج نشه، چون اون شخص ممکنه هیچ موقع اونجا خارج نشه. و داخل کتاب نوشته که اگر اینها رو نداشته باشین شیاطین و نگهبانان سرهایتان رو بریده و مردمان شهرتان رو از زجه و گریه و خونشون سیراب میکنن تا خدایان به رحم بیان و شما رو شهرتون رو نجات بدن. هیچ وقت این کار رو نکنید. سامان چیزا رو میدی؟ شما رو میدی؟ داخل کتاب اومده بود، من همه چیز رو قبل آماده کردم. داخل کتاب اومده بود که شمع‌هایی رو با نگاره هایی که خودش داشتش بکشید. من حالا قمصویت نیست ولی خب نوشته هستش داخلش و اینا رو فقط اینجا روشن کنید و هرگز برای روشنایی خانه استفاده نکنید و بعد از تموم شدنش میذارم همینجا بمونه. اینا رو روشن میکنیم و گفته بودش چوب سرخ روشن کنید. یه چوب همچین اسمی داشتش که ما نداشتیم، به جاش خوب آوردیم که حداقل یه چیز روشن باشه، چون اون چیزی که داره میگه داخل خود عربستان قضا پیدا میشه و یه پارچه که داخلش طلسم نوشته شده باشه. ما نمیتونیم طلسم رو به شما نشون بدیم ولی خب میتونید دنبال کتاب رستاخیز مردگان بگردید تا طلسم رو پیدا کنید که اسم خدایی هم که داریم اصرار بکنیم داخلش به کار میبرم. این طلسم به جز من هیچ کس دیگه نباید میدیدش. بسته‌بندی کردم داخل یه دستمال رو گذاشتم و میذارم اینجا. چه شمع دوم بود؟ نه بچه در جریانید که داخل شهریار همین جایی که ما هستیم و داخل جنوب شیطان پرست شروع کردن دارن میگیرن. امیدوارم که ما شیطان پرست ما رو به عنوان شیطان پرست حداقل معرفی نکنه. نه بکنم زندان ها بکشیم با 1000 خورده ای عضو بریم زندان. حاجی از همش منفی‌تر میشیم. کبریت رو میدی؟ یک
نمیاد بچه بوی اوده خیلی بهتر شد و از اونجایی که من ننوشتم بچه از روی خود کتاب میخونم. اسمی که احضار داریم میکنیم اسمش نرگاله. پادشاه دروازه ششم جهنم. زیکیا کاناپا زیانا کاناپا زیدینگیا کاناپا زیدینگی آنا کاناپا. بشنو از من ای تو نرگال. یک بار دیگه. زیکیا کاناپا زیانا کاناپا زیدینگی کایا کاناپا زینیپی آپا کاناتو. بشنو از من ای تو نرگال. تو را به اینجا میخوانم. خب الان باید اتفاقی بیفته. زیکیا کاناپا زیانا کاناپا. برای کار چهارم چشمانتون رو میبندید و مستقیم اینجا نگاه. اینجا سعی میکنید ذهنتون رو مرکز کنید. ما همینجوری ترسیم چشممون هم ببندیم. یه تصور ذهنی از خودتون و هدفتون داشته باشین و نگاه کنید اون گوشه رو. و داخل کتاب ذکر شده که صداهایی و مثلا احساسایی که داره بهتون وارد میشه اصلا توجه نکنید، چون خاص مراسم مذهبی هستش این نگاره‌ها. خب گفتی چند دقیقه‌ای باید بگذره. بچه ما چیز خاصی احساس نکردم من. تو احساس کردی؟ نه بابا. به جز ترسی که الان خیلی بهم غالبه هیچ چیزی احساس نکردم و همینجوری که این روشنه بودم به آره بودم چیزه داره میسوزه. چیز خاصی تا الان فقط چیز خاصی نبوده، طبق چیزایی که خودی کتاب به ما گفته همین اینا رو باید میگفتیم و اینا رو انجام میدادیم. یه توضیح راجع به مگان بگم. داخل کتاب خودش اومده بودش مگان صاحب دروازه ششم جهنمه. جهنم 7 تا دروازه داره که هر کس اونجوری که داخل این کتاب اومده هر کس طبق گناهاش وارد اون چی شد. نه انگار یه چیزی احساس کردم بالا. خب یه داخل کتاب نوشته بود توجه نکنید هرگز. خب بی خیالش. آره خودش توضیح میداده. آره هر کسی طبق گناهاش در یکی از اون دروازه ها قرار میگیره و پادشاه دروازه ششم همینه. نرگان ببخشید نرگان مگان یا نگان؟ نرگان. Thank you very much. یه بار دیگه تکرار میکنیم. زیانا کاناپا زیکینا کاناپا زیکینیا کاناپا زیاکا آنا کاناپا. بشنو از من ای نرگال. به وسیله قدرت کلمات به سمت من بیا نرگال. نرگال به سمت من بیا به نام قدرت کلمات. میخوام داخل چیزمون نشون بدم. واقعا میخوای نشون بدی؟ آره بچه چیز خوب یادش شد. داخل چیزایی که داخل کتاب بودش عکسای کتاب هم همینجوری براتون میادش. هر چند لحظه عکسای کتابی که من دارم زر میزنم میاد براتون و چیزی که خود کتاب گفته رو ما طراحی کردیم نوشتیم.
نگاه کنید گوشه های تصویر مثلث رو داریم و کلماتی که عبری نوشته شدن. همونجور که میدونید عبریان تنها کسانی بودن که راههای دروازه‌های جهنم رو یاد گرفته بودند. و تک چشمه داریم و معلوم است این چیه. من چرا دارم میگم به کلمات عبری مزین شده و اینا هم که امیر نشون میده تو تلسمای محافظتی هستن که همونجور که گفتم باید اینا رعایت کنیم و شب هم داره خاموش میشه. خب ما چیزی پیدا نکردیم تلاشمونو کردیم ولی خب باید تمومش کنیم. حالا هر جوری که هستش برعکس کنم که حداقل خوب به چشم بیاد. خب این برای تموم کردنش زندگی کیا کاناپا زندگی کاناپا کامپا زندگی آنا کامپا. روح زمین به یاد داشته باش، روح آسمان به یاد داشته باش، نرگال به یاد داشته باش که تو را از خود و تمام انسان‌های داخل این اتاق دور می‌کنم. به دروازه ششم برگرد و محافظ من باش. نوشتی اوکی؟ گوش خیلی بعد از تموم شدن اینجا یه چند ثانیه بعد اینجا باشیم که چند ثانیه گذشت. نه چند دقیقه هول شدم اصلا. میگم خاموش شد. نه بوده باید بسوزم. البته بسوزه واسه این محیط خوبه باش خودش آره با اگه جواب کنیست کاغذ من اتش بگیره. بله میگیره دسته نذارش سایی. این شکل هم که گرفتیم شکل دروازه ششمه. یا حاجی همش احساس کنم یه چیزی میبینی؟ یه چیز. آره تو هم این برای حس من یه چیزی حس میکنم، یه وضعیت حس میکنم. وای چیزی دیدی؟ همین مطمئنی؟ مراسم رو تموم کردیم. ببین اینجا رو نگاه کن، چوب افتاده، یعنی همه چیز به این 4 تا چوب وصله. ما این کاغذی که سوخته است، شمع و عود که اینجا میذاریم، حداقل عود رو بزنیم اینجا یکم خوشبو بشه. باز بده. بجی؟ خراب شد؟ نمیدونم دیگه تغییر نمیکنم. همین سالمی؟ خیلی بوش بده اینجا، متروک است. چراغ رو خاموش شد کلا. شاید بیدری نبود، همین حالش بد شد. نگید بچه هم خب این هم آخرین نگاه. موجی یا سالمی؟ چی شده؟ خیلی بده بیاین سریع بریم. حالش بده. این هم از اینجا. آجی صورت رو نگاه میکنی؟ ببین معلوم میشه
صورت رو ببینید داخل ویدیو دارید میبینید فکر کنم یه حالت معلوم صورت بشه. دلغکی اینجاست که واقعا آدم بریم امیر دیگه به نظرم بهتره بریم. آره. چون برش شده